بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با نصب نرم افزار اینوی 56 کیرک شدهش در خدمت شما هستیم و شما میبینید که چه قسم نصب میشد. اول این نرم افزار زیپ شده هست. پارتی یک از زیپ میکشیم. زمانی که پارتی یک از زیپ بکشیم دیگه پارت ها هم با همدیگر کنکت است، یعنی یک جای در یک گوشه اکسترکت میشد. بعد از اکسترکت ما میتونیم که نصب بکنیم. این نرم افزار کیرک شده هست، یعنی اگر قرار باشد خریداری بکنیم لایسنس شاید خیلی قیمت باشد، ولی ما به شکل کیرک شدهش استفاده میکنیم. اکسترکت شد، باز میکنیم. خب اینجا دو بخش است، یک بخش کیرک است و یک بخش خود نرم افزار است که رو باید اکسترکت بکنیم و اینستال بکنیم. دبل کلیک هم میتونیم، اوپن هم میتونیم، رن از ادمنستراتور هم میتونیم. این از این طریقه هم میتونیم که نصب بکنیم. next میگیم. license agreement I accept the agreement میگیم. next. خب درایو سی بین فولدر پروگرام فایل به نام هرس نصب میشه. next میگیم. ایران بدونی که دیست بزنیم به شکل اورجینال next میگیم. اینستال. اینم برمیگرده به سیستم. اگر سیستم قوی باشه خیلی زود نصب میشه، اما اگر سیستم ضعیفتر باشه یک ذره دیرتر وقت گیره. دوستا اینوی 56 تقریبا جدیدترین نرم افزاری اینوی است. تا هنوز قبلا ما از اینوی 53 استفاده میکردیم. 56 سیتر جدید و اگر خواستین مقاله علمی در سطح ژورنال های بین المللی بنویسید، کوشش کنین نام این نرم افزار را در مقاله ذکر نکنید، چون این نرم افزار کیرک شده است. یعنی ما لایسنس نرم افزار به شکل کیرک شده استفاده میکنیم، نه به شکل اساسیش. اما اگر بخوایم لیسانس این نرم افزار بخریم، چنانچه در اول هم گفتیم قیمت هست و اگر بتوانیم بخریم خیلی خوبه، اما قیمتش خیلی زیاده. بنابراین ما مجبوریم که از کیرک شده این نرم افزار استفاده بکنیم. این نرم افزار یک نرم افزار تجاری هست یا تجارتی، بسیار نرم افزار قوی برای پردازش تصویر، برای پردازش تصویر ماهواره‌ای که در این ورژن پردازش داده های لایدار
هم صورت میگیره. صبر میکنیم تا اکسترکتینگ فایلز تمام شد. صبر میکنیم یک چند دقیقه که اینستال شه. خب دوستا، گفتم یا سیستم رو ریستارت بکنیم یا نه. ما فعلا میگیم نه ریستارت. کلیک میکنیم. یک سوال داره، گفته do you want to run the Harris license administrator now. ما میگیم نه، چون از لیسنس استفاده نمیکنیم، از کرک استفاده میکنیم. و بعد کرک باز میکنیم. ما کامپیوتر هم باز میکنیم، میریم درایو سی، خب گفتیم در پروگرام فایل به نام هریس نصب است. در قسمت انوی میریم IDL 88 و در اینجا در قسمت بین و بین 86 و اینجا نوشته کرده که 86 x 86 بی. این باز میکنیم، این باز میکنیم، محتویات از این کپی میگیریم، اینجا میگیریم، اینجا پست میکنیم. گفته که کپی and replace میگیم، کانتینیو میگیم. خب یک تمام شد. بعد میریم در قسمتی میرم برمیگردیم، میریم قسمت 64 کپی میگیریم، میرم 64 کپی میگیریم، پیست میکنیم اینجا، کانتینیو، تمام. بعد از اینکه تمام شد میریم در قسمت آل پروگرام، میریم سر قسمت انوی 56 در اینجا 64 بیت نوشته کرده است. خب انوی 56 میتونیم استفاده بکنیم. کلیک میکنیم در قسمت انوی COD دیدم که داره. در قسمت تولز انوی کلاسیک داره، انوی لایدار داره که ما از 56 64 بیت استفاده میکنیم. منتظر میشیم که تا باز شد. اینم صفحه انوی 56 که در خدمت شما قرار داره. اگر خواستید انوی کلاسیک باز بکنیم، میریم در قسمت انوی تولز و 64 بیت. از یا میتونید انوی کلاسیک هم استفاده کنید. به همین راحتی بستن میکنیم. خب ما میگیم که خود انوی در تسکبار باشد. از اینجا میتونیم پین تو تسکبار بزنیم
بستر میکنیم اینجا. دستبار چی شد؟ پین شد. شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. موفق باشید.